درود به برای بچه گل. من مرتضام، مرشادم کنارم نیست. من الان منتظرشم که بیاد. دیر کرده بچه‌ها، یه نیم ساعتیه که دیر کرده و من عصبانی هم کمی، ولی خب نمیشه چیزی بهش گفت دیگه. بعد الان زنگ زد گفت که 5 دقیقه دیگه پایین باش. من الان 5 دقیقه از پایینم و هنوز نیومده و امروز اومدیم ویدیو بگیریم که از بیرون رفتنمون ببینید، با ما همراه باشید تا آخر ویدیو حتما. و بعد الان که منتظرشم انگار آقا مرشاد گل اومده. آقا مرشاد گل، بله. دارم آهنگ گوش میدم. من قرار نبود ویدیو یوتیوب بگیریم. الان داریم میگیم. آره دیگه الان دارم میگم. درود به بچه گل، چطوری؟ تماشا بریم. کجا بریم؟ دیرمون شده بچه دیرمون شده. سید اخماتو وا کن. میبینم که کلوپ و هیچ ولش مثلا راجع به کلوپ به نظرم صحبت نکنیم. من صحبت نکنیم راجع به کلوپ. اتفاقات تلخی برای تو افتاد. اتفاقای تلخی برای من افتاد. بله از بیخیالش. من قبول میکنم. غذا تو بخور. دوغته بنوش. خب همسر من چند تا سوال از تو دارم. بفرم. میخوام از تو بپرسم در همین حال که داری موز شکلاتتو میزنی به بدن سرد میچسبه. سرد سید همین الان چی میخوای؟ با رعایت سنت اسلامی دیگه آره خود رعایت کن. من همین الان قاعدتاً وسیله نقلیه، لا ماشین باشه، موتور باشه. کجاست؟ من دارم، تو داری، پدر داره، پدر نه برای خودم باشه. برای خودش موتور برای تو بردارم. موتور برای من؟ نمارتون؟ حالا بعد خب وسیله نقلی این هم وسیله به تو ربطی نداره. من همین الان وسیله نقلی. هواپیمای شخصی. تو دخالت نکن. تلویزیون خونه. تو دخالت نکن. باش. خب سال دوم. خب بگو. زمین گرده یا صافه؟ جمعش کن. زمین مکعبیه بچه‌ها. من میخوام بدونم که نمیدونی آخه یه سری از دوستان ادعا دارن که زمین خیلی چیه؟ زمین خیلی آره خیلی داداش. خیلی خوب. سال آخر خب بگو کدوم شهر یا کشور رو تو خیلی دوست داری که رویای بچگی بوده از همیشه؟ کشور که کانادا، بی قید و شرط. چرا؟ به تو ربطی نداره. نه کلا از بچگی کانادا رو دوست داشتم، نمیدونم چرا، یه حسی داشتم. نافتو انداختن بنده نافت. به تو ربطی نداره. کانادا. ولی شهر مثلا نیویورک رو خیلی دوست دارم. نیویورک رو خیلی دوست دارم. مثلا چرا؟ چون چیزه اسمش چیه؟ شلوغه. بخاطر همین که شلوغه دوست داری؟ شلوغه خیلی دوست دارم. حتی میگن تو نیویورک اصلا نمیتونی وایسی، یعنی اگه وایسی لهت میکنن و اونو من خیلی دوست دارم. عاشق حرکت و اونش دیگه بس دیگه. چرا سوال می‌پرسی؟ خوبه دیگه. نیویورک و کانادا با هم نزدیکن. آره نزدیکن. میریم اون و همون سال من تموم شد. بریم من از تو سوال بپرسم. خب عمو مرشاد، ما اینجاییم برای اینکه از شما سوال بپرسیم. شما منو سوال پیچ کردی، الان من میخوام سوال رو شما رو سوال پیچ کنم. به دوربین نگاه کن، به من نگاه نکن. جان عرضم به خدمت شما که شما شهر و کشور مورد علاقت رو به من بگید. همین چی میخوری؟ موز حتی توش موز.
برنامه زنده است دیگه. همینه یه این مشکلات چیزا رو داره. داره. شهر و کشور مورد علاقه آمریکا 100%. آمریکا کشور دشمن و 100% همه شهراش. همه شهراشو دوست نه داری بیشتر از همه. مخصوصا تگزاس. نه اون تگزاس که ایالته. خب. شهر چیه نمیدونم. ولی بیشتر از ایالت. همه از بچگی همیشه سان فرانسیسکو تو ذهنم بوده. خیلی دوستش داشتم. نمیدونم چرا. پس اینطور شما سان فرانسیسکو رو دوست داری. بله. نمیدونی چرا، همینجوری دوست داری. عرضم به خدمت شما که همین الان آقا بگن موتورتو میگیریم، یه موتور هوندا میدیم، روش 50 میلیون هم میدیم، این کارو میکنی یا نه؟ من موتور هوندا رو بگیرم میفروشمش. خب. اون 50 تومن میذارم نه روش دیگه میام نمیتونی دوباره این کارو میگیرم. بکنی. بعد ما موتور هوندا بریم. اجباریه؟ آره چرا اجباریه؟ باید یه یه سوال بچه ازم دیگه. میپرسی. این سوال نیست، این یه تحمیل، این مزدوریه. اصلا اینو بگی چه نوشیدنی دوست داری؟ مایه حیات. آب؟ بله. آب دوست داری؟ میخایلا؟ نه. برم بگیرم از این بغل. آب جوش. نه مرسی. خب اینو بخیال. سوال بعدی که سوال آخرم باشه، همین الان چی میخوای؟ همین الان با رعایت شونات اسلامی همین الان از زندگی چی میخوای؟ اینقدر میخوای؟ همین الان برم میخواد توی ورزشگاه تاتنهام هاتسپر باشم. اوه یس. چرا قضیه رو احساسی کردی؟ عشق. پس تو ورزشگاه تاتنهام هاتسپر. آره. اوکی. آره. خوبه. خب عمو ارشاد، این ویدیو هم تموم شد. به بچه‌ها بگو که مراقب خودشون باشن چون خیلی دوستشون داریم و حتما هم اگه سابسکرایب نکردن ما رو سابسکرایب کنن. بچه‌ها سید خیلی دوستتون داره. حتما سابسکرایب کامل لایک فراموش نشه. مرسی که هستید. خدافظ.